من نازنین هستم. به اولین ولاگ ما خوش آمدین. بین با هم دیگه بریم بیرون. از جایی که مدقه آورده بودم تصمیم گرفتم برم یگان سوپرمارکت کمال خوردنی بخرم. قسمی که شما میبینین اینجا بخش لواشک است که من خودم شخصا لواشک خیلی دوست دارم. علاقه‌مندی زیاد به چیزای ترش دارم و یه از شیرینی باوش است. قسمت کلا شیرینی است و از بخش گلاسایشون بر شما ویدیو گرفتم. بسیار گلاسای مقبول و رنگارنگ بود. اینجا عروسکای بسیار گوگل مگولم است. دیگه از فضای داخلی کافهش است که ما تصمیم گرفتیم یگان چیزی بخوریم. اینجا سفارش ما را دادیم و منتظر آماده شدنش بودیم. سفارشات ما هم رسید. آیس کافی سفارش دادیم و بسیار نگفتنمون خوشمزه هم بود. قسمی که شما میبینین این بخش هم کلا ساعت است، ساعت فروشی است که بسیار مقبول است. در داخل خود کافه است. فضای داخلی کافه را میبینین بسیار یک فضای صمیمانه، کوچک و خوب داره. و کار ما تمام شد. تصمیم گرفتیم بریم با هم در طرف خانه بخیر. که خانه رسیدیم و یه از چیزایی که من خریدم بیاین که براتون نشون بدم چی خریدم. من عاشق نودل هستم و نودل بسیار دوست دارم و یه هم نودل ما که است تند و آتشی است. و تشکر از اینکه تا ایدم بیننده بودین. حمایت یادتان نره. قلب برتون.